آنباکس دوربین اوتدور کامرا CW13. خب این خودشه. این یه تبدیل سیمیه که اپتیکال وصل بشه، هم سیمی داره هم وای فای داره. اینم شارژر 12 وات 12 ولت 1 آمپر. معمولا دوربینای اینجوری شارژراش 5 ولت 2 آمپره. اینم پایشه، ضد آب هم هست، IP66 داره. ببینم دیگه چی داره. پیچ میچ. دوربینش هم فکر کنم 8 مگاپیکسله، دید در شب و این چیزا هم داره دیگه. آره تمام. صدا و تصویر. خب من دوربینه رو وصلش کردم. یکی از قابلیتاش سلام. صدا چطوری؟ صدا چطوری؟ صدا. آجی رو بزن. آجی رو بزن. یکی از قابلیتاش اینه که شب نایت ویژن چراغ نور نامرئی میندازه. هر جا انسانو پیدا کرد تشخیص دادن انسان داره رد میشه، نور رو روشن میکنه رو چراغ مرئی، چراغ قوه روشن کنه. بعد میتونه آدمو دنبال بکنه. هوش مصنوعی دور آدم قشنگ خط سبز میکشه، خیلی پیچیده‌تر شده نسبت به دوربین قبلیش. هوش مصنوعی قشنگ آدمو تشخیص میده. بعد آژیر میتونه بزنه، هم خودکار هم دستی، که هم چراغش چشمک میزنه هم آژیر میزنه باق باق. و کیفیتش هم 2.5 که از فول اچ دی بالاتره، از 4K کمتره. کیفیتش خیلی تاثیرگذاره. صداش خوبه، زاویه دیدش حداقل فکر کنم 40 درجه باشه. زاویه دیدش هم خیلی خوب بود. وزنش هم سنگینه، همش به نظرم اوکی. مموری هم تا 128 گیگ تحمل میکنه.